الینا مفیدی، دختری 11 ساله ساکن شهر گرگان که روز جمعه 5/11/403 توسط یک آقایی دزدیده میشه. الینا تو کوچه‌شون داشته بازی میکرده که ساعت 4 بعد از ظهر یه آقایی با قد نسبتا بلند با یک کاپشن مشکی الینا رو میدزده. بچه‌م از جمعه گم شده. هر کسی بچه‌م هر جای دید به من خبر بده. ما پدر مادرشیم، به خدا دیگه داریم میمیریم از دوری بچه‌م 11 سالشه. فقط خانواده الینا اولین کاری که میکنن به نیروی انتظامی اطلاع میدن. ماموران عزیز نیروی انتظامی رد این آقا رو تا ترمینال شهر گرگان زدن. آدم رو با 2 بلیط از ترمینال گرگان میگیره به مقصد زنجان با هویت جعلی و الینا رو به زور و تهدید سوار اتوبوس میکنه. نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده که وسط راه در شهر ساری پیاده میشن و اون چیزی که به ما گفتن الینا اصلا حال روحی خوبی نداشته. آخرین لباسی که تن الینا دیده شده درست سفید و شلوار زغالی بوده. کمکی که شما مردم عزیز ایران میتونید به ما بکنید انتشار این کلیپ هست، عدس‌سوری کردن این کلیپ هست تا این کلیپ دیده بشه، بلکه بتونیم الینا رو توسط مردم شناسایی کنیم. یه صحبتی هم دارم با اون شخصی که الینا رو دزدیده. هم صدامو داری هم تصویرمو داری. به زودی توسط نیروی انتظامی دستگیر میشی. پس به جای این که جرم خودتو سنگین تر کنی بیا این بچه رو تحویل بده. من به تو قول میدم کمکت کنم. از خانواده مفیدی قول گرفتم که شکایت نکنن ازت و رضایت بدن. حال خانواده مفیدی اصلا خوب نیست. مادرش تو بیمارستان بستریه، پدرش واقعا حالش بده، تک دختر خانواده است. نکن این کارو.